آدمی بی نماز حکومت خداوندی را چکار کرد؟ جنایت کرد. نماز نمیخونه، فرمان پروردگارش نمیبره. خدا گفته ایستاد از اقیم الصلاة، بنده خدا من تو را آفریدم، من بالای تو حکمران هستم، من بر تو نعمت دادم، چشمهای بینا دادم، دستهای گرا دادم، زن دادم، فرزند دادم، خانه دادم، ماشین دادم، میوه های شیرینی مرا تو خورده ایستاده ای. نماز بخوان. وقتی نماز نمیخوانیم آیا حکم خداوند اجرا نکردن ما جنایتکار حساب نمیخوریم؟ ما جنایتکار هستیم در نزد پروردگار. روزی می شود که ما و شما را پروردگار برای بینمازی در محکمه سودی خود میکشد، لیکن نه این گونه. این زندان ها خیلی خفیف هستند، خیلی ساده هستند و راحت زیاد دارند، لیکن خداوند به ما و شما در قرآن چی میگوید؟ سوره حاقه: خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. این بنده بدبخت، این انسان بینماز